سلام و ارادت خدمت دوستان عزیز. اومدم با چند تا نکات بهتون بگم در مورد آیماس 7. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم البته یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید. خیلی خوب، بریم سراغ نکات. ماشینایی که زنجیر تایم دارن مثل همین آیماس 7 حتما حواستون باشه که اینت زنجیر تایمو حتما هر بالای 150,000 تا عوض کنید. چرا؟ چون این کیت یه بالشتک تنظیم داره که اگه با آخر برسه باعث میشه که زنجیر تایم رد کنه یا پاره بشه، که در این صورت ممکنه سوپاپا رو کج کنه. یه نکته، یا حتی به پستون هم ممکنه، پستون سرسیلن ممکنه که آسیب برسونه. مورد دوم اینه که سعی کنید هر 20,000 تا یک بار آمپر رو چک کنید، مایع خنک کننده، و مراقب باشید که نشتی نداشته باشه که مجموع عوامل بالا اگر اتفاق بیفته باعث بالا رفتن دمای موتور و گاهن واشر زدن ماشین و حتی آسیب سیلندر و سرسیلندر و بقیه اجزای خودرو میشه.